سلام. حال شما خوبه؟ سلام. رفتم منطقه تقریبا 2 هفته بود منطقه بودم که دیگه تصفیه حساب کرده بودم. اون موقع دیگه رسیدم و دیگه بیسیم و همه چی رو تحویل دادم. تو حفره روبا بودم. خب فرماندم اون جنسان صاحب سفر گفت وارتانیان ماسک تو بذار برو رو موضوع. منم ماسک رو گذاشتم بلافاصله، اصلا نه متوجه نشد که من فرمان سریع انجام دادم. ماسک رو گذاشتم سریع دویدم رفتم رو موضوع. این چون از طرف من رد شد منو ندید که من بلافاصله پشت سرش رفتم. برگشتن این مسیر رو دیدیم حفره روبایی که حفره رو کوچولو بود نصف شونه هم بیرون میمون. این حفره شده یه پذیرایی دیگه، اون حفره روبایی نیست. بس که خونپاره خوردون یه تیکه‌ای که من بودم. لیست من اسم من رو تو لیست شهدای گمنام زد. منم که چون تو اون حفره‌ای که بعداً رفته بودم گود بود گیر کرده بودم دیگه با زحمت خودم رو کشتم بالا که دیدم دوستام اسیر شدن. 4 تا عراقی بالا سرشونن، یه خونپاره انداز بود. همین که من بلند شدم که هجومی تیراندازی کنم یه نفرشون گفت ایرانی و به سمت من کلاشینکوف گرفت و زد. اسرا رو که میگرفتن وقتی میخواستن پیشروی کنن تعدادی رو میکشتن، تعدادی رو با کلت میزدن تو شقیقه هاشون که تعداد کم بشه بتونن. بنا به تدبیر فرمانده معظم کل قوا دیدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان یکی از اقداماتی است که در دستور کار ارتش جمهوری اسلامی ایران هست. مروری بر گذشته می شود و یه قدردانی می شود از کسانی که برای حفظ این مملکت تلاش کردند و زحمت کشیدند. اگر نبودن همین عزیزان مثل عزیز موگران هم آزاده است و هم جانباز و حالا چه مشکلاتی طی کرده الان ما این امنیت رو نداشتیم. ما باید قدردان اونها باشیم و به ویژه خانواده هاشون. سرفراز امروز زندگی میکنن و سرشون رو بالا میگیرن و میگویند که بالاخره ما در حفظ این کشور تمامیت ارضی و انقلاب کار کردیم، تلاش کردیم. ما هم وظیفه خودمون میدونیم بریم عرض سلامی بکنیم، عرض ادبی بکنیم و این انتخاب این روز هم به خاطر نزدیکی به سال جدید میلادی بود که گفتیم که یکی از همرزمانمون که ارمنی هستن خدمتشون برسیم، تبریک سال نو هم خدمتشون داشته باشیم.